بیا آردم پا اونجا خرید کنی بابا. بیا بزن بابا. دست آماده ای جسرا؟ 1 2 3 از رو. اوه کلا سفید پشت شدم. اوه چقدر برف زده بابا. بودو آشا. بریم بابا بیا. چقدر برف زده. بودو بابا بودو. با سلام و وقت بخیر دوستان عزیز. انشالله که همیشه خوب صحتمند باشید. دوستان عزیز برف امسال مونیخ آلمان غافلگیر کرد. دیگه هنوز زمستان از راه نرسیده، اما کمی ویدیو رو من ریکورد میکنم. دقیقا روز شنبه 2 دسامبر 2023 هست، یعنی دقیقا 20 روز دیگه مانده در فصل زمستان. دیگه نمی عمالی یک 20-25 سان برف زده. دیگه من گفتم از موقعیت استفاده کنم و از این فصل زیبا و از این بارش برف ویدیو بگیرم، چون در این مدت که ما در آلمان بودیم یعنی برف دیگه به سابقه بود. قبل اینکه زمستان از راه برسه این رقم برف بزنه، یعنی همه جا مملو از برف سفید پوش. شامات حالم شب هسته. من خد یسرا آمدیم پیاده روی شبانه. یسرا هم که عاشق برف بازی و برف خوردن هم هسته، مگه نه؟ وقتی می بیرون فقط با ویدیوهای قبلیش دیده بودید که کدان عاشق برف خوردن هسته. برف هم مخورد، حالی که آمده دیگه کلا همه جا پر از برف هسته. برفی خیلی زیادی هسته، یعنی شهر مونیخ شاید هم تمام کشورهای اروپایی دیگه سفید پوش از برف هسته. گفتم از این برف زیبا، فصل زیبا ویدیو بگیرم با شما از زنم شریک بسازم. بوده بابا بیا آردم پا اونجا خرید کنی بابا. بیا بزن بابا. دستکش اسرار هم که نوردم، فراموش کردم. ولی دستش یخ میزنه. یخ زد بابا. خب دستکش که نیوردی تو. شد عکس هم بگیر بابا. سعی کنجی عکس. آن عکس. برف نخور میخواد. نخور. روچه بابا. یسرا این درختان که کلن همه جا شاخه هایشی پر از برف. دیگه ما هم از فرصت استفاده کردیم، گفتیم یک پیاده روی شبانه با یسرا و از این باریش برف هم لذت ببریم. بذار تکان بده بابا. آماده ای یسرا؟ 1 2 3 از رو. اوه کلا سفید پشت شدم. برگردیم بریم. برگردیم بریم.